دیدی خسته‌ای، نمیکشی، دیگه حوصله‌شو نداری، دیگه اصلا برات مهم نیست و فکر میکنی دیگه بهش نمیرسی، این ویدیو برای توه. میتونی نگاه کنی و بفهمی داستان چیه. تا ادامهشو نگاه کن، ارزش دیدن داره، بهت قول میدم. خب بچه‌ها، داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که من یه تایم حرفه‌ای تمرین می‌کردم و حالا نه در اون حد حرفه‌ای که بخوام برم مسابقه اینجور داستانا، و اینکه کلا الان به حالا دلایلی که حالا در ادامه بهتون میگم، باشگاه رو بوده 1 سال گذاشتم کنار. یه روز داشتم همینجور داخل یوتیوب و فضای مجازی اینا برای خودم میچرخیدم. 1 سالی هست که کلا از باشگاه از لحاظ فکری هم فاصله گرفته بودم. طبق معمول کسی که از چیزی فاصله میگیره دنبال یه بهونه، یه انگیزه، یه چیزیه که کلا بخواد دوباره استارت بزنه، شروع کنه. آقا رفتم تو یوتیوب سرچ کردم کلیپ‌های انگیزشی، یه سری کلیپ‌های خیلی خفن، سازای معروف با آهنگ و اینجور داستانا آورد و که من بیشتر یاد گذشته افتادم و بیشتر حسرت خوردم که چرا اون بدن از دست دادم، چرا دیگه بدن نگه نداشتم، چرا رژیمو شکوندم و چرا حالا این اتفاق افتاد. هدف اصلی من اینه از گذاشتن این ویدیو امروز یه چالش 90 روزه اومدم بذارم با خودتون و خودم و کسایی که واقعا پایه هستن، از صفر استارت بزنیم، شروع کنیم. داخل یوتیوب که گشتم دیدم چنلی به اون صورت نیست که کسی بخواد از 0 تا 100 اینجوری بخواد با ساباش بره جلو و استارت کار بزنه اینجور داستانا. حالا نمیگم که چنل نیست، ولی من از خودم از همین الان رونمایی کردم و از گذشتم براتون گذاشتم که کلا چی بودم و چی شدم، بدون هیچ چی با هم تعارف که نداریم، چون یک بدنو میشه یه بار به دست آورد و خیلی راحت هم میشه مثل من از دستش داد. این چالش رو با هم دیگه استارت میزنیم، چالش 90 روزه به ترتیب. امروز از وعده قبل تمرین، چون خودم تازه از سر کار اومدم، ایده به ذهنم زد، گفتم خیلی‌ها که دوباره میخوان استارت بزنن، بیایم با هم استارت بزنیم. من تا الان 2 بار رژیم گرفتم، خودم از 130 آوردم پایین تا 88 کات. الان فکر کنم بار 4م که دارم این بدن از دست میدم. این بار گفتم میخوام با شما استارت بزنم و این چنلم بسازم و اینکه هدفم فقط انگیزه و روحیه دادن به بقیه است و همینطور از شما انرژی گرفتن و مطمئنم که موفق میشم و شما هم که کنار من هستید نتیجه میگیرید، چون 0 تا 100 باشگاه رفتن و نتیجه گرفتن اینجور داستانا رو دیگه من تا تهش رفتم. آره بچه‌ها، اینی که دارین میبینید الان منه. یه بدن کاملا چرب و شکم پهلو. حالا شاید از اون بدن قبلی فقط یه ذره کول و سرشونه برام مونده و یا کلا میبینید که دور سینه و چربیایی که توی بدن من کلا هست و بدن ساز که باشید متوجه میشید داستان از چه قراره. من سعی میکنم از روزمرگی براتون بذارم و فرق من با بلاگر، حالا نمیشه گفت بلاگر یا هر چیزی، کسایی دیگه که دارن فعالیت میکنن، فرق من با بقیه چیه؟ فرق من بقیه اینه که من دارم روتین یک زندگی شخص نرمال با این درصد از چربی از بدن و یک زندگی خیلی عادی و با کمترین هزینه ممکن دارم براتون ویدیو میذارم. نه میام جلو شواف میکنم پکایی که ندارم و نشون بدم، نه بیام از سرشونه گندم بگیرم بذارم، نه هیچی فعلا در کار نیست. اومدم 0 تا 100 یه آدم عادی بهتون نشون بدم که ببینید چجوری یک آدم عادی با این لایف استایلی که من دارم بهتون میگم با کمترین هزینه میتونه اون بدن به دست بیاره. چون خودم دارم تو شرایط بد اقتصادی توی ایران زندگی میکنم، میخوام با کمترین هزینه این علم و هنره که بتونی با کمترین هزینه تو بدترین شرایط یک بدن رو برسونی به ایدئال خودش. و اینکه شما فقط 1 هفته منو دنبال داشته باشید و ببینید رو چه اصولی، رو چه به هر حال منباری حرکت میکنیم اینجور داستانا، خیلی راحت استفاده دستتون میاد و اصلا دیگه خودتون استاد میشید اینجور حرفا. و اینکه خیلی دوستتون دارم. و صحبت پایانی این که اگه واقعا قصد داری با من استارت بزنی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلم بزن، چون اولین نفری هستی که ویدیو منو میبینی. یوتیوب به هر حال آلارم میده که آقا فلان ویدیو رو گذاشت، زودتر ویدیو رو میبینی و زودتر میتونی نکته برداری کنی یا ببینی که آقا امروز چیکار کرد چیکار نکرد. خلاص با هم دیگه باید در ارتباط باشیم دیگه، هم من با شما در ارتباط باشم، کامنتاتون رو جواب بدم که ببینم آقا چیکار دارین میکنین چیکار نمیکنین. برای من خیلی مهمه چون با هم یه خانواده ایم. و دوم اینکه حتما لایک کنید ویدیو رو که این ویدیو شیر بشه، پخش بشه، کسای دیگه هم که میخوان به هر حال بدنشون رو درست کنن و از تناسب اندام خیلی خوب به هر حال هدفشون تناسب اندامه، ویدیو دست به دست بشه، پخش بشه که اونها هم بتونن ببینن و خانواده‌مون بزرگتر بشه. و اصلا به این نگاه نکنید که الان 50 نفر دیدن یا سال دیگه ان شاء الله 100,000 نفر دیدن، من بخوام بیام تمرکزمو کم کنم روی صابون بگم خب امروز 100 تا کامنت جواب دادم بس. نه،
من هر چند تا کامنت که باشه سعی میکنم تا جایی که میتونم بخونم جواب بدم و اصلا از این نترسین که خانواده‌مون بزرگتر بشه تمرکز و دقت من روی تک تک میاد پایین. نه، همتون دقیقاً مثل خودم با هم استارت زدیم و با هم موفق میشیم. دوستتون دارم. حرف دیگه نمیمونه. تا استارت چالش فعلا خدا نگهدار. منتظر اولین ویدیو برای اولین روز از چالش 90 روزه من باشید. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.